ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори нӯҳумро аз рӯи романи нависанда Муҳаммадзамони Солеҳ «Девори Хӯросон» дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. محمدزمان صالح دیوار خراسان. شب اندرون قلعه، دهلیزهای دراز و نیمروشن قلعه خلوتند. تنها دو شیربچه که امروز از سمرقند با خیل امیر اسماعیل به بخارا آورده بودند درون قلعه حاکمی مطلق بودند. شیربچگانی بدهیبت اندر دهلیزهای پرپیچ و خم و بیشمار قلعه گشت و گذار می کردند و خواب راحت ساکنان آن را پاسبانی می نمودند. شبستان امیر اسماعیل را شمع نیم روشن کرده است و او بالای تخت خواب نالش کنان از پهلوی به پهلو می گردد. امیر اسماعیل خواب می بیند. 4000 نفر آزادگان سمرقند و بخارا در لباس اشرافی در احاطه سربازان عرب در دل ریگستان راه می پیمایند. آنها خیلی خستند و غبار مهنت سنگین بر چهرهشان نشسته. از پس آنها قاصدی بخار خداد توخ شده به طلب ایشان می آید. سرباز عرب از جانب بخارا شخص می آید. زیاد بگذار بیاید. قاصدی بخار خداد به نزد گروگانان می رسد و از اسب پیاده می شود. قاصد: سردار اعراب کجاست؟ آنها زیاد را به او نشان می دهند. قاصد به نزد او می رود و نامه بخار خداد را می سپارد. زیاد بی اعتنایانه آن را کشاده می خواند و به سوی می پرتاید. نامه را باد می برد. زیاد: برگرد و به بخار خداد برسان که ما تا به مرو نرسیم گروگانان را بر نگردانیم. قاصد می رود. زیاد چند سرباز خیش را به نزدش دعوت می کند. زیاد: لباسهای فاخره را از تن آنها بدر کنید و هنگامی به آن ساحل گذشتن بر ایشان لباسهای دغلی پشمینه بپوشانید و در دست و پایشان بند زنید. سرکشان را بیرحمانه جزا دهید. همه چیزی آنها غنیمت شماست. سربازان عرب آزادگان را دسته دسته می کنند و به این وسیله آنها را بین خود تقسیم می کنند. سربازان گروهی را به ساحل می آورند. سرباز: لباسهایتان را بدر کنید. اسیران دلی ناخواهم لباسهای فاخری خود را از تن بدر می کنند و چند اعرابی دیگر دست و پاهای ایشان را می بندند. سرباز اول: شنا کنید. چند اعرابی دیگر سوی زورقی می دوند و بر آن می شینند. آزاده: ما با دست و پای بسته شنا کردن نمی توانیم. سرباز: زورقها از برای اعرابند، شما خود باید گذرید. آزاد مردان اعتراض می کنند. سرباز به نزد زیاد می رود. سرباز: آنها شنا کردن نمی توانند. زیاد: یاد می گیرند. به آنها بفهمانید که دیگر باید به سختی ها عادت کنند. زود باشید. سرباز بر می گردد و اسیران را مجبور با ضربه شلاق به رودخانه می پرتاید. یکی را آب می برد و دیگری غرق می شود و ایده کمی گروگانها به ساحل می برایند. سرباز باز به نزد زیاد می آید. سرباز: اگر به این منوال عمل کنیم از آنها کسی باقی نمی ماند. زیاد: آنها را بر ریسمان از پس زورقها ببندید، به آن ساحل کشید. خود به خود:
آنها برای به هیچ تبدیل دادن صحراهای عرب زنده لازمند. های سلم، بهتر است آنها را با زورقها بگذرانید تا غرق نشوند. زود باشید. اعراب به منوال پیشتره عمل می نماید. از اسیران لباسهایشان را بدر می کنند. اسیران اعتراض می کنند. مردی بلند بالا و تنومندی از میان اسیران جدا شده نزد سرباز می آید. مرد بخارایی، مادام که با زورقها می گذرانید، لباس کشیدن برای چیست؟ اعرابی: برای آن که اگر زورق چپه شود لباست هدر نرود. می خندد. مرد بخارایی: ما اسیر نیستیم که چون این رفتار نمایید. اعرابی: ما به عربستان نجیب زادگان را میبریم. میخندد. زود باش، لباست را بدر کن. دیگران نیز اعتراض میکنند. اعرابی با تازیانه بر سر مرد بخاری میزند. او به اعرابی هجوم می آورد و سربازان عرب او را از پا در می آورند. مغل می خیزد. زیاد به ساحل نزد ایشان می آید. زیاد: چی گپ؟ این چی مغل است؟ اعرابی: جناب عالی، با تمسخر، می فرمایند که ایشان اسیر نیستند و چون این رفتار در حقشان شایسته نیست. زیاد: ایشان درست می گویند. آنها اسیر نیستند بلکه غنیمتند. اعراب می خندند. غنیمت جهاد. این سگ را زنده به زنده غرق کنید، باشد که ماهی های خداوند روزی خیش یابند. اعراب چند مرد بخاری را با خاری به دست و پایشان سنگ بسته برود می پرتایند. مردی دیگری از میان اسیران سر می کشد. شما خلاف تعهد خیش عمل می کنید. ما اسیر نیستیم یا غنیمت. ما آزادگانیم که به گرو گرفته شده ایم. زیاد می خندد. به او بفهمانید که هر کی به تقدیرش تن در نمی دهد با او چنین رفتار خواهد شد. مردم می شورند. میان آزادگان و اعراب جنگ در می گیرد. جنگ سلاحداران با مردمی بی سلاح. سربازان عرب بیرحمانه شورش را پخش می کنند. ساحل دریا از خون بیگناه آزاد مردان گلگون می شود. سرخی شفق بر روی آب رود می سیچد و دریا را خونالود می سازد و مردان اصیل به دریا غرق می شوند و مرده هاشان در ساحل دریا بی صاحب می ماند و از دورها صدای کرگس ها و مردار خارها به گوش می رسد و امیر اسماعیل به دریای خونالود غرق می شود و زنی با فریاد جانگداز از پس اسیران می دود. باد موی و پیراهنش را پریشان می کند و مرد پهلوان با شمشیر آخته از درون آب غلیظ و خونالود رودخانه سر می کشد و شمشیر او چون سایقه در آسمانی تیره و ابرآلود می درخشد و آواز چون تندر افقها را می لرزاند. کو رستم! امیر اسماعیل تکان می خورد. به تلواسه بیدار می شود و به شست از جایش پریده می خیزد. عرق خنک بدنش را تر کرده بود و تخت پوشتش از درد می سوخت و از شقیقهش خون می تراوید و پنجه های دست و پایش کرخت بود. شهبانو هم بیدار می شود و افزای امیر اسماعیل را دیده به وحشت می افتد. شهبانو: امیرم، خداوندا، این چه حال است؟ امیر اسماعیل: بانوی من، آرام شوید. گویا من خواب دیدم. آره خواب دیدم. شهبانو به نزد اسماعیل می آید و از دو دستان او می گیرد و باز وحشتش می افزاید. شهبانو: خاک بر سری من، چه خوابه!
از چکه های شاه هم خون می رود. دستهایشان سرد است. این چی پی است خدایا؟ شهبانو پی خون دمیده دستان امیر اسماعیل را می ماند. امیر به درد نالش می کند. امیر اسماعیل: بانوی عزیز آرام شوید. دستهایش را از قبط پنجه های نرم شهبانو رها کرده به سوی پنجره ها بر می گردد. پشت کرته شاه دریده بود و گلگون شده. امیر پرده ها را به یک سو می کشد. هنوز شب است. شهبانو: خداوندا این چه حال است؟ می خواهد فریاد زند، ولی شاه با سرعت برگشته دهان او را می دارد. امیر اسماعیل: شهبانو آرام شوید. من فقط خواب دیدم، دیگر هیچ. من همه چیز را در نمی یابم. پسی در شبستان شاه صدای غوریش شیران می آید. امیر اسماعیل شهبانو را بر روی تخت می خواباند. رویش را با روپوشی بریشیمی می پوشاند. امیر اسماعیل: آرام شوید. من خودم همه چیزی را در نمی یابم. تازه باید شد. پسی در غیب می زند و پس از لحظه‌ای با سر و روی تازه و لباسی عوض شده پیدا می شود. شهبانو به اندیشه فرو رفته است. امیر اسماعیل جای نمازش را پهن کرده به نماز می ایستد. صبح می دمد. صدای رفت و آمد غلامان شنیده می شوند. امیر اسماعیل جای نمازش را جمع کرده به نزد شهبانو می آید. هنوز رنگ در رویش نیست. شهبانو: بیمار شده اید. طبیب را دعوت باید کرد. امیر اسماعیل: بانو بی تشویش باشند، من بیمار نیستم. شهبانو: رنگ در رویتان نیست. باز خوابی اسرارآمیز شبانه. امیر اسماعیل: این بار اول نیست که من چنین خواب میبینم. پیش از هر اقدامی یا تصمیمی چنین حالت به من رخ میدهد. نمیدانم که این حالت بیماری است یا الهام غیبی. در هر صورت خوب می بود اگر آن را شهبانوی عزیز فراموش می کردند. شهبانو حیرت زده به امیر اسماعیل خیره می شود. فرزندان از خواب خیستند و به سلام پدر و مادر آمادند. بارگاه شاه. اعیان و اشراف بخارا همه جمع آمدند. حاجیب به بارگاه وارد شده جار می زند. امیر اسماعیل می آیند. حاضران همه از جای می خیزند و منتظر ورود امیر اسماعیل می شوند. امیر اسماعیل پس از لحظه با وزیر و دبیر خویش وارد بارگاه می گردند. حاضران به او تعظیم می آرند. امیر اسماعیل از بین صف آنها گذشته نزد تخت می رود و به طرف حاضران می گردد. امیر اسماعیل: لطف شماست که دعوت ما را اجابت کرده اید. بفرمایید جنابان. امیر اسماعیل به تخت می شیند و دیگران از او پیروی می کنند. امیر اسماعیل: سببی به بارگاه دعوت شدن دهقانان ارجمند گمان می کنم که به همه معلوم است، ولی ما را فقط یک چیز به تشویش آورده است. نخواد دهقانزادگان این مرز و بوم عنعنه های اجدادی خیش را فراموش کرده باشند. اگر چنین نمی بود هیچگاه چند دزد و راهزنی جرأت نمی کرد در این سرزمین دست به غارت و چپاول بزند، آسایش و آرامی مردم را مغنس سازد. من از خود می پرسم چی عاملی آنها را به چنین عملی واداشته است و دهقانان ما در برابر آنها عاجز ماندند؟ یا گناه در اعمال عاملان ماست و یا ساختارهای جامعه ما تجزیه شدند و نبودن ما؟ من فهمیدن می خواهم.
نمیتوان با چنین وضعی که در ولایت حکم فرماست مراسا کرد. بگویید علت چیست؟ همه خاموشند. علت از دو بیش نیست، یا شما با آنها همدستید و یا از ایشان عاجز آمده اید. حسین اعلی: دهقانان رامیتن همینجا حضور دارند. از ایشان خواهش میکنیم که قضیه را برای امیرم شرح دهند. امیر اسماعیل: بفرمایید. دهقان رامیتنی: عمری امیرم دراز و دولتشان پاینده باد. رعیت بی ادب گشتند و از بسیاری عدل دلیر گردیدند و نتیجهش این است که چند راهزنی مردم را گرد خود جمع آورده به غارت مال مردم دست زدند. امیر اسماعیل: چرا سر وقت خروج آنها را بی‌ضرر نکردید؟ دهقان رامیتنی: دولت امیرم پاینده باد. کوشیدیم ولی از بسیاری ایشان نتوانستیم بر آنها فایق آییم. آنها غنیمتی به دست آورده خویش را بین مردم تقسیم می کنند و به این واسطه آنها را به خود جلب می نمایند. قضیه چنان است که مردم از اعمال آنها راضی اند. امیر اسماعیل: صاحب شرطه بخارا چرا اقدامی نکردند؟ حسین اعلی: امیرم ما منتظری. امیر اسماعیل سخن او را بریده: منتظر بودید که آنها در سراسر ولایت خروج کنند یا امیری بخارا خبر نداشتند؟ ابوزکریا: امیرم خبر داشتیم ولی. امیر اسماعیل: ولی چی؟ ابوزکریا: آن را جدی نگرفتیم، بزرگ شد. امیر اسماعیل: آتش که به جنگل افتاد خردی و بزرگی ندارد. امروز در سراسر کشور اسلام خروج یعقوب لیث صفاری تمام دزدان و عیاران را گوش به قمار کرده است. پیشرفت‌های جنگی او ایشان را دلیر کرده است. نتیجهش برکد و رامیتن و خوارزم است. لشکر کشور از بیکاری و تناسایی ضعیف، مردم کشور به امید حکومت بی‌پروا، روحی سلحشوری مردم مرده. در چنین وضع چی باید کرد؟ همه خاموشند. بفرمایید. دیگر عنعنه گذشتگان را باید زنده کرد. هر فرد کشوری ما باید سرباز باشد. دهقانان ارجمند، این وظیفه شماست که رعیت خیش را همیشه و در همه حالت آماده حمایت منفعت‌های کشور گردانید. این روح در دل و جیگر مردم ما باید از نو زنده گردانده شود. از امروز به این کار اقدام باید کرد. فردا هر دهقان با 200 سرباز خیش به جنگ می رود. همه قوه ها را حسین بین اعلی راهبری می کند. هرچی تیزتر پیش راه این بلوا گرفته شود. دزدی و غارت و چپاول سیرت مردم ما نیست. لشکر ما افادگر سیرت مردم ماست. در خبر است که هر که را روز قیامت حاضر کنند، از کسانی که ایشان را بر خلق دست و فرمان بوده باشد دستهایش بسته باشند. اگر عادل باشد عدلش دستهای او کشاده کند و به بهشت رساند و اگر ظالم باشد همچنان بسته بغلها به دوزخ افکند. و هم در خبر است که روز قیامت هر کسی را که بر کسی فرمان بوده باشد در این جهان تا بر مقیمان سرای و زیر دستان خیش او را از او سؤال کنند و شوبانی که گوسفندان نگه داشته باشد جواب از او بخواهند. والله اعلم. چارباغ قصر. امیر اسماعیل با دبیر دربار گردش می کنند. دبیر: این چارباغ خوش است ولی غزالی ندارد. امیر اسماعیل: در واقع چارباغ خوش است. چرا دهقانان خاموش بودند؟ دبیر:
چه هم می گفتند به گناهان خود اقرار بودند. امیر اسماعیل: این رفتار به من معقول نیست. اندیشمندانه. غفلت دولت را ببرد. دبیر: درست است که غفلت امیر و خیانت وزیر پادشاهی ببرد. امیر اسماعیل: به هر دهی ما باید آدمی خود را داشته باشیم. دبیر: و یا عاملان خیش را بگذاریم. امیر اسماعیل: هنوز بر وقت است. بر ما خواهند شورید. ما آمده ایم که داد کنیم. من امیدوار بودم که ابو عبدالله بین ابوالحفص اخبار گذشتگان را در قضیه یوسف به حاضران میگوید، ولی او هم خاموش بود. دبیر: قصه مرگ یوسف؟ امیر اسماعیل: بله. وقتی که یوسف علیه السلام از عالم گذشت، خواستند او را به نزدیک ابراهیم خلیل الله به خاک سپارند. جبرائیل آمد و گفت او را همین جای بدارید که آن جای او نیست. او را جواب ملک باید دادن به قیامت، چون حال یوسف پیغمبر چنین بود. وای بر ما. امیر اسماعیل با دبیر به انتهای باغ نرسیده برمیگردند. حاجب با ابوالحفص وارد قصر می شوند. شبستان امیر. ابوالحفص با حاجب وارد شبستان می شوند. شهبانو پس پرده نشسته است. حاجب به سوی پرده تعظیم کرده برآمده می روند. ابوالحفص: درود به شهبانو. شهبانو: عذر می خواهم که فقیه بزرگ را از مطالعاتشان کنده کردم. ابوالحفص: گوش به فرمانم. شهبانو مشکلاتی داشتند؟ شهبانو: دیشب امیر مرا به تشویش آوردند و مجبور شدم به شما در این باره مشورت کنم، ولی خواهش میکردم سخن از اینجا به در نرود. ابوالحفص: اطاعت. گوش به فرمانم. بفرمایند. شهبانو: دیشب امیرم خواب میدیدند. گمان میکنم کابوسی بود. اسارتش در جسم شاه هم ظهور کرده بود. ابوالحفص: هیچ نمیفهمم چطور اسارتش بر جسم شاه هم ظاهر شده بود. شهبانو: از شقیقه های امیرم خون میرفت و کله دستانشان پیبند داشت و از ضربه تازیان دوششان دریده و خونچکان بود. ابوالحفص: فالینیک. نتیجه تقوا و عدل است و راستی. شهبانو: مرا واضح بفهمانید. ابوالحفص: امیرم محدث می باشند. این حال است که فقط به اولیاء الله رخ می دهد. شهبانو: یعنی محدث چی؟ ابوالحفص: کسی را محدث می گویند که ملائکه در باطن قلبش با او سخن می گویند و شناخت و معرفت اشیاء را برایش الهام می نمایند. گاه ها صدای آنها را یعنی ملک را می شنوند اگرچه او را نمی بینند. شهبانو: من هیچ نمی فهمم. ابوالحفص: شهبانو دلتنگ مدارند که این صفات خوبی ضمیر امیرم است. فالینیک است. شهبانو: تأثیر ارتباط ملائک بر تن محدث ظاهر شونده است؟ ابوالحفص: این حادثه نادر است. شهبانو: به طبیب احتیاج ندارد؟ ابوالحفص: نه. شهبانو: شنیدم که انتخاب آموزگاران را برای فرزندانمان بر ذمه شما گذاشتند. میخواستم پیش از شروع کارشان با ایشان صحبت کنم و پیشکی دانم که آنها کیستند. ابوالحفص: با چشم. شهبانو: باعث سرفرازی ما می بود اگر تعلیم فقه و حدیث را جنابشان بر عهده خویش می گرفتند. ابوالحفص: ما شرف خود می شماریم. شهبانو: لطف شما بی اندازه است. دیگر خواهش می کردم بانوی عزیز گاه گاه به دربار بیایند. ما الحال اینجا کسی را نمی شناسیم. ابوالحفص: با چشم. بارگاه. امیر اسماعیل
با چهره غم‌انگیز بالای تخت نشسته است. بزرگان بخارا به پا ایستادند. امیر اسماعیل خود به خود هنوز فتنه فرو ننشسته دیگرش آغاز می گردد. به همه دیروز از آمویه خبر رسید که حسین بین طاهر با 2000 مرد جنگی به ساحل آمو رسیده است و قصد بخارا دارد. به حسین اعلی: لشکر در چی وضع است؟ امیدوارم آنها هنوز به خانه های خیش مراجعت نکردند. حسین اعلی زمین را بوسیده: 2000 سربازی که به سرکوبی دزدان گرد آمده بود هنوز در بخاراست و انتظار فرمان می باشند. امیر اسماعیل: الحال دزدان را به زندان ها فرستید. بعد فراغت یافتن از حسین طاهر به قضاوت آنها خواهیم رسید. شایستگی جنگ لشکر چطور است؟ حسین اعلی: خوب است امیرم، ولی سلاح کفایت نمی کند. اگر مهارت جنگی بی‌نظیری که سربازان از خود نشان دادن نمی بود، به یقین بر دزدان فایق نمی آمدیم. امیر اسماعیل به ابوزکریا می نگرد. او سر به زیر می آورد. دهقانان عزیز ما تا به حال چی گمان کردند؟ حسین طاهر بار اول بخارا را به خاک و خون کشید. مردم بیت المال را غارت کردند و درست است که اکثر ایشان از این حساب امروز توانگر شدند. مگر این درس عبرت نبود که بر قدرت جنگی لشکر بیفزاییم؟ این بی‌پروایی و ضعف لشکرداری بود که دزدان اندرون کشور خروج کردند. آیا کاسبان ما قادر به تیار کردن سلاح هستند؟ اگر هستند در چه مدت از انجام این کار می برایند؟ حسین اعلی: کاسبان ما می توانند لشکر را با بهترین سلاح تأمین نمایند، ولی ما پولی باز پرداخت آن را نداریم. امیر اسماعیل: من امیدوارم تا قوت گرفتن دولت بزرگان ما دهقانان این وظیفه را خود به دوش می گیرند. اقلاً سپاهیان خیش را با لوازمات جنگی تأمین می نمایند. فرصت خیلی تنگ است. به حسین اعلی: لشکر را آماده کنید، من آن را دیدن می خواهم. حسین اعلی از بارگاه برآمده می رود. جنابان، میل دارند با من همراه شوند؟ شما گفتاری نهم را از روی رمانی نویسنده محمد زمانی صالح دیواری خراسان در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید دوستان عزیز.